در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در بحران‌های نوبتی کشور ما بحران حاضر سهمگین‌ترین، هولناکترین و بدترین آنهاست و چیزی نمانده که این بحران به کلی بیخ و ریشه ما را از صفحه روزگار برکند و تومار تاریخ ما را برچیند. و در حوزه علوم اجتماعی همه چیز نسبی است، همه چیز اعتباری است. یک کار، یک عمل، یک فکر در یک زمانی درست است با تغییراتی که دو تغییر در آن واحد حداقل ما میتونیم در حوزه علوم اجتماعی مثال بریم. یک تغییری که در ذهن ما به وجود میاد، یعنی هر لحظه، همین لحظه که من و شما صحبت کردیم یا از شروع صحبت‌های جناب علوی تا همین لحظه، تفتی یعنی تحلیل بعد از زمان مارکس تو تحلیل کرده بود ماست که تمام جامعه و 5 دوره تاریخی تقسیم میشه. خب کپیتالش است که در اون شخصا خودم جستجو کردیم، دیدیم در کتاباش مربوط میشد به دنیاهای خارج از افغانستان، بیشترش، نه همیش، بیشترش، و کوشش میشد که این بخیه زده شده به جامعه افغانستان. و وقتی که در سرپوش جامعه باز میشه در برابر اندیشه‌های بسیار بسیار پیشرفته که از او خبر نداشت قرار میگیره. همین سطح آلمان که من میشناسم بعض پروفسورهای افغانی هست، یا مثلا خود همین نفر مثل عزیزی بانک، یک آدم عادی مثل همین ما و شما بودن، اونا با یک استعداد خود. ادبستان، برنامه ای از رادیو کتاب، نیم نگاهی به ادب و ادبیات فارسی. به نام خدای قلم و آزادی. در بحران‌های نوبتی کشور ما بحران حاضر سهمگین‌ترین، هولناکترین و بدترین آنهاست و چیزی نمانده که این بحران به کلی بیخ و ریشه ما را از صفحه روزگار برکند و تومار تاریخ ما را برچیند. ما دیگر در هیچ مسئله با هم توافق نداریم. اتفاق کرده ایم که با هم متفق نباشیم. اکنون جامعه ما در خطوط قومی، نژادی، زبانی و مذهبی تجزیه شده و در یک کشور چندین طرز تفکر در حال جنگ است. پا به پای ویرانی خانه ها، مراکز فرهنگی، شفاخانه ها، دانشگاه ها و مکاتب، عقول و وجدان های ما نیز خراب شده. آیا روشنفکران افغانستان در یک چنین وضعیتی می توانند راه حل فراراه مردم مظلوم، فاجعه دیده و مصیبت دیده و جنگ آزموده افغانستان بگذارند؟ خوشبختانه دانشمندای بزرگوار لطف میکنند در رادیو کتاب تشریف میارن و در قسمت 10 برنامه تاریخ روشنفکری پای صحبت‌های دانشمند اثرگذار در تاریخ و ادبیات افغانستان جناب دکتر صاحب موسوی میشینیم. دکتر صاحب ما در خدمت شماست. بله، من صحبت‌های دوستا رو شنیدم. اتفاقاً آقای صمیمی در قسمت‌های آخریش بسیار مربوط صحبت کردن، مخصوصاً نکته‌ای گفتن که بحث ما روشنفکری یا موضوع روشنفکری در افغانستان است. یک نکته رو میگم بعداً من از این مسئله عبور میکنم. بحث‌های ذهنی، خود بحث ذهنی بحث نخبه هاست. اگر تقسیمات نخبه و روشنفکری که آقای علوی فرمودن قبول بکنیم، خود همین بحث‌های ذهنی عجیب و غریب بیکرانه کار چیز است، کار روشنفکر است، کار نخبه هاست. تا الی یوم القیامه میشه از بحث‌های هوایی کرد، ولی ربط در زندگی انسان که روی زمین را میره در جامعه ما یا جامعه دیگه متاسفانه در زندگی از او تأثیر به وجود نمیره، به هیچ وجه، برای حتی یک فرد به وجود نمیره. حتی ممکنه نتایج منفی به وجود بیاره، یعنی باعث آشوب، باعث اختشاش فکری، باعث خیلی
مسائل نو فکری مسائل شد. برای ما وارد این بحثا نمیشم چون اینا کاملا یک حوزه دیگه است و یک وقت دیگه، یک زمان دیگه اینا رو میخوایم. اوضاع و زمان و مکانی که ما در هستیم بسیار محدود است متاسفانه. در حوزه انسان و در حوزه علوم اجتماعی همه چیز نسبی است، همه چیز اعتباری است. یک کار، یک عمل، یک فکر در یک زمانی درست است با تغییراتی که دو تغییر در آن واحد حداقل ما میتونیم در حوزه علوم اجتماعی مثال بریم. یک تغییری که در ذهن ما به وجود میاد، یعنی هر لحظه، همین لحظه که من و شما صحبت کردیم یا از شروع صحبت‌های جناب علوی تا همین لحظه، خیلی سلول‌های مغز ما پوسیده شده رفته و سلول‌های جدیدی در اونجا آمده. یک تغییر دیگه هم خارج از ذهن ماست، خارج از مغز ماست که در اراده ما نیست. این دو تا تغییر تأثیر میذاره روی تولیدات فکری، روی تولیدات، روی تجدید نظر، روی تغییرات، روی این مسائل. بنابراین در حوزه علوم اجتماعی ما که دانش آموز بسیار کوچیک خود منصوب بدانیم در این حوزه، امور نسبی است. به این خاطر امروز برادر بزرگ ما استاد ما جناب شهرانی فرمودن که کار روشنفکرها کار تحلیل است و اون انتقاد یا نقد بعداً میاد. اول تحلیل است، اول فهم مسئله است، اول حل کردن عقده ها، گریه هاست. اعتقاد خود از اونجا میاد دیگه، گریه هاست، گریه هایی که در ذهن ما وجود اومده. بنابراین میریم روی این مسئله که ما به جایی که بریم مثلا فوکو این چیزا رو بریم، برای که اون نظرهای فوکو از زمین و زمانه گرفته شده که فوکو در رشد کرده زیسته. فوکو هیچ وقت کارت سخیر نیده، فوکو هیچ وقت کابل نیده، کارت 4 نیده، وزیر اکبر خان نیده، فوکو قندهار نیده، مزار. فوکو نمیفهمه که زندگی منه یا زیستی منه انسان افغانی چی است و شرایط من، اقتصاد من، سیاست من، اینای من. بنابراین ما خواندن ما نظریه های گوناگون واجب است، باید بدانیم، هرچی بدانیم خوب است، اما تبدیل کردن این به خود، هضم کردن این بخش دیگه قضیه است. این از این. روی 50 سال اول من یک کمی درنگ کردم، در حالی که بسیار گپ است در 50 سال اول و متاسفانه ما از این گپ ها بیخبر هستیم، تمایلم نیست. در 50 سال دوم، در 50 سالی که ما در رو هستیم یا در آخرایش هستیم یا معلوم نیست در کجایش هستیم، این نظریه‌های قاطع که در این دوره روشنفکر در افغانستان نبوده، عرض کردم روشنفکرم امری نسبی است. یعنی روشنفکر افغانی رو نمیتونیم با روشنفکر ترکی و ایرانی و امریکایی و فرانسوی و اینا، چون زمین و زمانه هایی که اونا زندگی میکنن و نیازهایش با زمین و زمانه هایی که ما زندگی میکنیم و نیازهای ما فرق داره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم ما نداریم، نیست، از بین رفته. و این نظریه طبقه متوسط، خب این یک تفسیر، یک نگاه مارکسیستی به قضیه است. من نمیگم حتی نگاه مارکس درست است یا غلط است، چون باز میریم وارد جاده خاکی میشیم، یک جای دیگه میریم. اما به هر حال ما نمیتونیم همین اساس قرار بدیم بر بنیاد نظر جامعه متوسط و این درست نیست. میتونه یک دیدگاه این باشه، میتونه یک نظر باشه در اون حد. بنابراین من معتقد هستم که سلسله جلیله روشنفکران افغانستان همچنان ادامه داره. گاهی بسیار ضعیف میشه در حد نابودی و گاهی کشتار وحشتناک داشتن در دوره خفقان شاه محمود خان، در دوره 10 ساله داود خان، در دوره حزب دموکراتیک، در دوره بعد از او، در دوره مجاهدین، در دوره خیلی ها. و بعضی از نو کیسه ها به دریوزگی رفتن، به خدمت این و آن رفتن یا به خدمت این حتی کنار آمدن، بعضی ها ساختن، بعضی ها به خاطر زنده ماندن از چپ و راست، نه تنها از راست، از چپ و راست. در دوره جمهوریت هم ما دیدیم که عده‌ای رفتن و در کنار دنیای خوش و خرم استادن، ولی خب در همون دوره هم عده‌ای
اعتراض کردن، ادعای نقد دادن، ادعای ایستادن، به هر شکلی در زمان و زمانه خودش این سنت شریف روشنفکری افغانستان ادامه دادن. این به این خاطر میگم که یک سوی زنی به وجود آمد و من یک خواهش هم دارم که ما بسیار قاطع حکم نکنیم که این چیز هست یا چیزی نیست، یا مثلا زبان بسیار خشن و توهین‌آمیزی به یک کسی که از نظر ما رو نظرش قبول نداریم یا حالا به هر حال ناستوده است، ناپسندیده است، به هر حال انسان که هست، حقوق انسانیش که محفوظ است، در جای خودش است. صحبتایی که در ارتباط با شهید مبلغ شد به نظر من کاملا دلسرد کننده است واقعا. اما در همین دوره 50 سال دوم من اینطوری میبینم که این سلسله ادامه پیدا میکنه در زیر تیغ جلادان خلق، حتی در پرچم، حتی مجاهدین و طالب ها و فلان اینا، و جالبتر و خطرناکتر از همه در 20 سال جمهوریت. یعنی 20 سال جمهوریت اونقدر خطرناک بود که او دورای قبلی نبود، برای که بسیاری ها را بسیار راحت خریدن، بسیاری ها خریده شدن، خرید فروش شدن. اونطوری که ما میدونیم بدهی از یک کسی میتونه روشن فکر باشه، ولی با تمام این تعارف هایی که ما میکنیم او هم آگاست، ملاست، همین ها رو میفهمه، اما یک جای آزمون سر خرکش میکنه، میره طرف قدرت اونا، این طرف به قول آقای علی طرف نخبگانی میره خودش میفروشه، اون چیزایی که داره میفروشه، میچرخه. اما همه اینجوری نبود. من کسایی رو میشناسم که احساس حرمت به اندازه میکنم که زبان واژه‌ای در زبان من جاری نمیشه که من از اونها یاد کنم. انسان‌های بسیار گمنام و بسیار با وجدان شریف و مقاوم و در برابر داد و ستدهای که اون زمان بود اینا استوار ایستادن، حتی رفتن مردن استوار ایستادن. خب فرق این جماعت چی بود؟ تمام بحث این است که جماعت، حالا از نظر من جماعت روشنفکر، یک دنیای نسبی، دنیای ممکن ره که بر اساس عدالت است و بر اساس برابری انسان ها هست، اینها را برای اون تلاش میکنن، اونم نه به صورت مطلق، به طور تدریجی در نسبت های ممکن برای اون تلاش میکنن. بنابراین در دوره 50 ساله تنها فرقی که آمد جماعت روشنفکر از گروه های روشنفکر که برای تغییر جامعه، برای تغییر و دیگرگونی جامعه به خوب شدن، به بهبود، از گروه به افراد تقلیل پیدا کرد، یا افراد که در قالب ساختار، در قالب سازماندهی مشخص دیگه نبودن، اما در کنار هم دیگه بودن، کار میکردن، هر کسی در بخش خودش، هر کسی در با توانایی خودش. این دور دوم 50 ساله تجربه بسیار بزرگ پیش‌پای ما گذاشت. یکی از پیش‌پای جماعت روشنفکر افغانستان بود. در دهه قبل دنیا خیلی ساده بود، تحلیل جامعه ساده بود، تحلیل سیاست بسیار ساده تر بود در نسبت به دهه دوره دوم یا 50 سال اخیری که ما در هستیم. ما نقش نیروهای منطقه‌ای و نقش نیروهای فرامنطقه‌ای جهانی را فهم ما درک ما بسیار محدود بود و چون فهم ما و درک ما از این مسئله بسیار محدود بود، جماعت روشنفکر افغانستان بسیار تلفات دادن. حتی من خجالت میکشم که با این الفاظ یاد بگیرم، برای که در این دوره در زندان‌های یا در دست تمام گروه‌ها، حتی تمام گروه قومی، از همه گروه‌ها، از همه زبان‌ها، از همه سمت‌ها، شریفترین انسان‌ها نابود شدن، برداشته شدن، به حاشیه رانده شدن و تضعیف شدن. حداقل یک دلیلش این بود که این حالا به عنوان امر داخلی درونی صحبت کنیم. این نکته که آقای صمیمی گفت نکته بسیار جالب است که
ما در امر درونی جامعه خود ما، این با بازگشتی که مرحوم شریعتی میگفت، اون در ضمن آقای سمیع اون کتاب که شما گفتین که ازشان یکی از کتابا رو نقل کردین، حالا یادم نیست اون کتاب نبود، اون یک جزوه بود، سخنرانی بود برای، حالا اگر یادم آمد به خدمت شما میدم. انسان روشنفکر افغانی در برابر یک هجوم بسیار کلان، مثل که همین طوفان‌هایی که در گاگای گزارش داده میشه یک فصل‌های سال، در برابر این قرار گرفت که هیچ آمادگی نداشت، به دلیل قرار گرفتنش در موقعیت، در نسبت، در اعتبار و در توانایی جامعه افغانستان. مثلا تحلیل یا فهم روشنفکر افغانی از غرب و آمریکا و بیرحمی و درنده‌خویی که در او بوده بسیار ضعیف بوده و در خوشباوریش نسبت به این بلوک دیگه اصلا گاهی تا حد تعجب آدم پیش میره. این باعث شد که تمام طرح‌ها و ایده‌هایی که در 50 سال اخیر پخته شده بود تا اینجا آمده بود، این طرح‌ها باد هوا شد. نه تحلیل داخلی رو میتونست جواب بده، نه تحلیل منطقه‌ای رو جواب بده. اصلا بازیگران، نیروها و نقش‌های جدید خلق شد که روشنفکر افغانی در برابر این اون توانایی رو که باید میداشت نداشت. حالا به هر دلیل اونم بحث بسیار پراکنده مفصل طولانی است. عامل مهاجرت اصلا نه امروز ما فهمیدیم، نه اون زمان که روی جماعت روشنفکر چی تأثیر گذاشت. روشنفکر به همون مفهومی که آقای صمیمی و نقل از مرحوم شریعتی آورد، حتی از نظر من واقعیت قضیه است که کشورهایی که ما به شکل به دلایل به هم دیگه اتصال داریم، مخصوصا ایران و افغانستان، زیاد نمیشه بگیم که در اینجا اینجوری بوده، در اونجا اونجوری نبوده. اینم به نظر ما این حکم کردن و درست نیست، پیش‌داوری است. عنصر مهاجرت شاید بگیم در تاریخ بشری اصلا بحث مطالعات مهاجرت با مهاجرین افغانی شروع شد، در دانشگاه آکسفورد شروع شد. یعنی یک چیزی بی‌نظیر بود این مهاجرت. در این سیل مهاجرت زیراب روشنفکران زده شد. خود روشنفکران رو سیل مسک آمد زیر پایش، خانه کابلیش برد، خیلی تأثیر گذاشت. و بعد انسان روشنفکر از زمین و زمانه خودش که کنده شوه، دو پیسه ارزش نداره، هر جایی میخواه بره، استاد دانشگاه شوه، پروفسور شوه، هر چیزی میخواه شوه. اما دیگه اون انسان روشنفکر تلاشگر، کنشگری که در جامعه خودش هست که به خاطر بهبود انسانها، به خاطر عدالت، به خاطر روشنایی، به خاطر بهبود مبارزه میکنه و نمیتونه مبارزه نکنه، دیگه اون آدم نخواد. و این یک عامل بسیار مهمی معلول تحولات منطقه‌ای و جهانی بود، روی سر روشنفکرای افغانستان خراب شد. بعد روشنفکرای افغانی به دلیل اینکه ذهنیت داخلی افغانستان بیشترش مربوط میشد به دنیاهای خارج از افغانستان، بیشترش، نه همیش، بیشترش، و کوشش میشد که این بخیه زده شده به جامعه افغانستان. و وقتی که در سرپوش جامعه باز میشه، در برابر اندیشه‌های بسیار بسیار پیشرفته که از او خبر نداشت قرار میگیره. بحث‌هایی در جهان، همین جهان امپریالیستی، جهان غربی، جهان شرقی، جهان فلان، اندیشه‌های پشت سر هم دیگه، ده‌ها، صدها اندیشه مثل ستاره ها زایده میشد، درخشش میداد، بعد میرفت ستاره بعدی میمد. این انسان در برابر انسان روشنفکر افغانی است، در برابر اینا غافلگیر شد. چنانچه حتی بعضیا در حد ایران خود از دست دادن در مقابل تحولات ایران، طرفدار این شدن، طرفدار اون شدن، او رو بعد گفت. حتی در جنگ که هیچ ربطی به از لحاظ رنگ ربط به جامعه ما نداشت، از لحاظی، ولی خب انسان افغانی، روشنفکر افغانی اومد در این وارد جنگایی شد که جنگ اون نبود، حتی در این بحث مثبت خوبه. یک تغییر دیگه هم که وارد جامعه روشنفکری افغانی شد، جامعه، حالا ما بخوایم نخوایم، در صحبت‌های جناب سمیع هم اشاره شد،
چه بخوایم چه نخوایم، امر آموزش، امر دانش، امر آگاهی خب با بیتوته و با اعتکاف به دست نمیه. آگاهی بالاخره از خود قاعده و قوانین داره. اینجاست که ارزش علم که اون میدونیم 4 ضربه است در تمام سراسر آیات قرآن، 4 ضربه است. یکیش تعلمونه. علم خیلی بهش، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، علم خیلی مهمه. اما یک دفعه علم استفاده میشه برای مسائل شخصی و فلان و معامله و اینطورا که اشاره شد. روشنفکرای برجاج نشین و روشنفکرای خرید و فروشی، اینا روشنفکر هستن ولی متعهد نیستن. به این خاطر ما در ادبیات فارسی روشنفکر متعهد داریم، مفصل هزاران بار استفاده شد. دانشی که روشنفکر افغانی داشت، اما سواد بالایی که ما داشتیم قبل از تحولات کودتای داود خان اینا، ما 1.5 تا دانشگاه داشتیم. اون زمان دانشگاه کابل بود و دانشگاه ننگرهار. او هم بیشتر تمرکزش روی بخشای علوم طبیعی بود، این پزشکی و نمیدونم این ساینس و علوم اینا. علوم اجتماعی بسیار ضعیف بود. علوم اجتماعی هنوز هم بسیار ضعیف است، برخلافی که در کشورهای غربی 75% دانشگاه علوم اجتماعی است، چون اون بخش دیگه هم بسیار پول میخواه و هم تأثیر نهادی نداره. نه تأثیر نهادی این علوم اجتماعی داره در جامعه، در تحولات در اینا. بنابراین آموزش روشنفکر افغانی، یعنی علم روشنفکر افغانی در برابر این سرپوش که برداشته شد، در برابر جهان جدید بسیار بسیار کم آورد. جهان جدید، حالا دشمنش فرض کنیم امپریالیسم یا بگیم کمونیسم یا بگیم لیبرالیسم، این در برابر ازی هیچی نداشت، چون اینا رو نخونده بود، در جامعهش از این بحثا نبود. اینا بحثای بسیار سنتی و قدیمی بود، مثلا مبارزه با بر ضد استبداد، مبارزه با خیلی هم با عنوان یک نوع واکنش، مبارزه در برخلاف سنت ها. سنت همیشه جنبه‌های مثبت داره، جنبه‌های منفی داره، ولی یک گاهی در حدی بود که هر چی سنت بود بد بود. بیشتر هم واکنشی، بیشتر هم احساساتی، بیشتر واکنش از همون محدودیت هایی که در جامعه مال میکرد بر روشنفکرای افغانی. بنابراین وقتی این روبرو شد با دانش بسیار جدید، یک دفعه اصلا به خاطر من 10 نفر از دوستا رو دیدم که وقتی در غرب آمدن اصلا رفتن در برابر دانش غربی. دیگه برش فرق نمیکرد دانش کاپیتالیستی است، دانش امپریالیستی است، دانش بورژوازی است، دانش چپ هم میرفتم اون رقم از اون قول میکرد، مثل مولا قال فلان میگن و اینطوری شده. مجموع اینا باعث شد که گرگ برم خورده اون یا رمه گرگ زده جامعه روشنفکر افغانستان بسیار هم از ضربات داخلی و هم در وقت بیرون ارتباط باز میشه در چای بیرون، حتی در برابر روشنفکرای پاکستانی کم میره، بسیار کم میره. و به می خاطر من اون روز اشاره کردم هنوز که هنوز است، ما از مشروطه سیوم تغذیه میکنیم. ما کتاب قوا رو میخوانیم، حالا مخالف هستیم، موافق هستیم، نقد داریم نداریم، اما تا هنوز ما نتونستیم یک چیزی در برابر یا مساوی یا بهتر از این عرضه بکنیم. یا کتاب آقای فرهنگ میخوانیم یا کتاب آقای آهنگ که تازگی آمده، هر سه تاشم از جمعیت وطن است. از عجایب این است که بعد از این ما تولید بسیار بسیار محدودی داریم، تولید داخلی با نگاه داخلی، با گرایش داخلی، با تلاش داخلی و با امید بهبود داخلی بسیار کم داریم. کتاب زیاد داریم، نویسنده زیاد داریم، دانشمند زیاد شده، آراسته با ادبیاتی که در خارج از افغانستان بوده، در غرب، در هر جایی بوده. مولای بسیار زیاد داریم، مولای خیلی، حالا چون کلمه روشنفکر آقای علوی درست گفت که چیزیست که هر کس میگه، مولای روشنفکر هم داریم، ولی این مولا اونطوری مثل دوستای دیگه ما غیر مولاها، اینا همون متاسفانه همون حالت رو داره در برابر این نوع علم زدگی غربی.
بنابراین اون جنبه خودی که جامعه ما نیاز داره و نیاز داشت در حد پیشنهادها و راه حل‌ها و تلاش‌ها و چراغ‌های هدایت بسیار ضعیف شد، در حالی که ما سنگین وزن‌ترین روشنفکرها را به صورت فردی در همین دوره 50 سال داشتیم و از دست دادیم. بسیار کارهای اندکی بود، کارهای بسیار بزرگی بود، کارهای ستور که از نظر ایمان و از نظر باور و از نظر تلاش و از نظر تعهد و از نظر از خودگذشتگی و ایثار و فدا ما داشتیم. اما توان این کارها در برابر دنیای جدیدی که با 50 سال با کودتای داود خان باز شد در برابر دو بسیار ضعیف بود. بنابراین ما به این حالت رسیدیم که نظریه‌ای پیدا شد که چیزی به نام روشنفکر نداریم، در حالی که این مسئله درست نیست. اون چی که باید برگردیم در درون جامعه افغانستان، بازشناسی کنیم از چیزی به نام روشنفکر افغانی، این بسیار مسئله مهمتر است تا بگیم فوکو چی گفته یا فوکویاما چی گفته یا اون بودو چی گفته یا مثلا گیدنز چی گفته یا اینا برای که اینا هیچ ارتباط با روشنفکری و روشنفکری افغانستان نداره، هیچی نداره. همین تقسیم بندی آقای علوی خوب است، درست میگن، اینا برای نخبه ها خوب است که برن بخوانن پوز بدن بگن بله ما دکترای جامعه شناسی داریم، دکترای علوم سیاسی داریم، ولی برای تغییر جامعه چیز دیگر لازم داره. در آخرین بخش صحبتایم از مرحوم شریعتی را یاد میکنم در یک از سخنرانیش که فکرم رو من پیاده کرده بودم اگه اشتباه نکنم. او میگه که جامعه رو مثل یک مثلث که رأسش درجه زاویه رأسش بسیار کم است مجسم میکنه. میگه روشنفکر ستاره است که خارج از این رأسش بالاست، خارج از این مثلث، در بیرون از این مثلث، بسیار با فاصله بالای این مثلث اونجا یک تابش میده و تلاش میکنه و نور میده که این مثلث بکشه به طرف بالا. بعد که این مثلث اونجا رسید، اون روشنفکر خود جزء می جامعه میشه و ستارهای دیگه میبره جامعه رو. به این شکل ارتقا و تعالی و تداوم و پیشرفت جامعه شکل میگیره. گاهی شرایط به وجود میه که اون ستاره به وجود نمیه، یا ستاره هیچ وقتی مثلث شانس رفتن بالا رو یا پیوستن به اون نداره. ما روشنفکرای مثل شمس الدین مجروح داشتیم. اگر کسی اجراهای خودش رو خوانده باشه میفهمه که روشنفکری هست، فضایی هست، شرایطی هست که اگه انسان به یک خلقی اگه اندیشه، حالا قبول داریم نداریم، موفق است، خوب است، کم از زیاد کار نداریم، خود اروپا هم میره کل نظریه که درست نیست، ولی این ستاره ها جامعه نمیتونه برسه، جامعه به اون نمیرسه. یا مثلا طاهر بدخشی رو داریم که اصلا اینقدر سرکوب میشه هم از درون رفقای خودش و هم از در محلی خودش و هم از جنبه حلقه‌های مذهبی که اصلا فرصت پیدا نمیکنه که نور افشانی رو بکنه که جامعه رو مثلا بکشونه به طرف بالا. بنابراین شاید بهتر این باشه که ما به جای بحث‌های ذهنی و بحث‌های جزمی بریم روی مسائل روشنفکری، شاید بهتر است بریم روی واقعیات جامعه افغانستان که ما در اونجا خودش چطوری میتونیم پیدا بکنیم. در غیر از اون ما میتونیم هزاران میلیونات ساعت درباره این بحث‌ها رو صحبت کنیم. بحث رو اینتלקچوالیسم در اروپا اصلا از اونجا آمده، یک کلمه ما نیست، هیچ خلاصی هم نداره. رادیو کتاب آقای محسنی پیر شه و رادیو کتاب خلاص شه، یک بحث ادامه پیدا. اون آقای علوی با هزاران ساعت گپ دارم. خب هر گپی که آدم نمیتونه که به قول علما لای تچسبک میشه دیگه. تمرکز روی شناخت افغانستان. یک نکته هم آقای محسنی اگر وقت داشته باشم میگم که بعد از سال 2002 یا 2003 بود، در یک جایی بود که مثلا چهره‌های روشنفکری، چهره‌های نخبه، چهره‌های تحصیل کرده، چون هر تحصیل کرده روشنفکر نیست، هر روشنفکری تحصیل کرده میتونه باشه ولی هر
تحصیل کرده رو بود از این جماعت، ولی خب همه میگفتن مثلا ما روشن فکر هستیم. من اونجا پرسیدم که هر کسی که یک بار امی تاریخ افغانستان را غیر از او که در مکتب میخوانیم ناقدانه با دقت خوانده باشه، چند تا کتاب رو ولی ناقدانه خوانه، به یک تصویری از این خراب شده ما داریم. یک دست بلند نشد. همه دکترا داشتن اونجا، کل از غرب دکترا داشتن. یعنی ما خانه خودم نمیشناسیم، خانه خودتون هنوز نشناختیم، دردای خودم نمیشناسیم. اسلام هم چیز وارداتی است. این صحبت های آقای علوی درست است. اسلام هم که ما آمدیم اسلام افغانی نیست، یا ما از اینجا همونطور که سوسیالیسم از بیرون اومده، لیبرالیسم بیرون، ما از درون خود تولیده، چون نگاهی به خود، بازگشت به خود کم یا زیاد بالاخره ما هم هستیم، ما نداشتیم. تا زمانی که ما به این روی زمین را نریم، به این واقعیت نپردازیم، متاسفانه من بسیار مایوس هستم که بحث‌های ذهنی ما رو به جای برسونم. اونم بحث‌های ذهنی که دیگران با زمین و زمانه خود کردن، هرچند ما شریکیم با بعضی از اینا. بسیار تشکر. تشکر دکتر صاحب. من خب از اول گفتم که شما رو وقت زیاد بتیم، حال 29 دقیقه صحبت کردین صاحب، ممنون. چند سوال است دکتر صاحب. یک چیز اجازه بتین یک شوخی بکنم بین شما و آقای علوی. این فوکوی خدازاده قدیمه آمد راست در دایزنگی رفت کارت سخی، هرچی گفتم دور نخورد، نمیفهم چرا. یا شوخی با مزه یا بی مزه. سوالی است دکتر صاحب که شما گفتین در دوران قبل از کودتای داوود خان ما 1.5 تا دانشگاه داشتیم. چون شما آدم اکادمیک هستین، آیا اثرات همی 1.5 دانشگاه بهتر بود یا اثرات 70 و چند دانشگاهی که در 20 سال داشتیم که حتی بعضیش لوحش هم از نظر املا و انشا غلط بود؟ از نظر شما چه رقم بود؟ دو گپ است. یکی این که شما دو تا چیز را در دو تا زمان و در دو وضعیت اجتماعی نمیتونید مقایسه بکنید. این در نظر داشته باشین. با این پاورقی دانشگاه 1.5 دانشگاه زمان دوره دهه دموکراسی، دانشگاه های به معنی انسان فنی، انسان ماهر، تربیت کردن انسان ماهر بود و دانشگاهی بود که یک محیط علمی با یک سری هنجارهای همون زمان در جهان رایج بود، چون ما ساختار دانشگاهی ما فرانسوی بود و هنوزم است. از خیلی لحاظ خیلی خوب بود. مثلا چهره‌های علمی که در اون زمان تولید شد خیلی عالی بود. ما دیگه او رو در دوره بعدی نتونستیم تولید کنیم، در 20 سال که اصلا نتونستیم تولید کنیم. در دوره اون 1.5 سال دانشگاه ما انسان‌های بی‌نظیر تولید کردیم. مثلا قوان غضنفر یا استاد غضنفر، ما نمونهش من فکر نکنم در 50 سال بعد دیگه هم تولید کنیم، یا همین مجروح یا مثلا جاوید یا در رشته‌های مختلف به اندازه‌ای که خوب دقت کنین، اندازه خود یاد ما نرم. در 20 سال اخیر که من مسئول بودم، حالا خوب یا بد من مسئول هستم، مسئولیتشم میگیرم. شرایط دیگرگون شده بود، جمعیت افغانستان دیگرگون شده بود. اصلا افغانستان مهار داخلی دیگه نداشت. خب بیرونی های کارو میکن، اونطور که امنیت ما رو و ارتش ما رو و همه اینا رو، مولای ما رو، معاش مولا رو کی میداد؟ ما خودم تولید نداشتیم، بالاخره برادران خارجی میدادن. دانشگاه های ما وابسته بود به اوضاع جدید و فعلی. در این مسئله چون ضربه های جنگ چند دهه‌ای کاملا ریشه دانشگاهی قبلی رو از بین برده بود، ما مجبور شدیم همه چیز از نو بسازیم. یکی از کارهای نوسازی خصوصی کردن دانشگاه خصوصی بود و آموزش خصوصی در افغانستان کار بسیار بی‌نظیر بود. در نتیجه ما میخوایم با احترام و با ترس و لرز اصلاح بکنم. روزی که آقای غنی فرار کرد ما 150 تا دانشگاه خصوصی داشتیم، 57 تا دانشگاه دولتی داشتیم. به نظر من اگر شرایط تداوم میافت با همون، مهم نیست در جوامع بشری، مهم هیچ کدام این چیزا نیست، بحث هایی که ما کردیم. ثبات خیلی مهم است. اگر ثبات اجتماعی ما ادامه میافت،
باور کنه یک انقلاب آموزشی فرهنگی بسیار عظیم در تاریخ افغانستان راه افتاده بود. خوست منطقه بسیار محروم بود. ولایت خوست در تمام دوران‌های زارخان و داودخان و حزب دموکراتیک اینا بسیار منطقه محروم بود. در دوره 20 ساله چند تا دانشگاه داشت. یکی از دانشگاهش شاید بگم از دانشگاه بسیار بی‌نظیر افغانستان است که نامش هم تغییر دادن، اماراتی‌ها پول دادن و ساختن اینا. الان خوست الان اگر اجازه باشه چند تا دانشگاه داره، خصوصی و دولتی داره. خیلی جای دور افتاده داشت. این خود اندازه تعداد دانشگاه او قدر زیاد مهم نیست، چه دانشگاه کم چه دانشگاه زیاد باشه. مهم اون وضعیت اجتماعی است. یعنی وضعیت که من عرض کردم که تمام کوشش روشنفکر تغییر وضعیت است. و سلام. یعنی روشنفکر ما به می دلیل ما سوال کردم صاحب که اثرات 1.5 دانشگاه زیاد بود یا 150 دانشگاه خصوصی و 53 دانشگاه دولتی. اگر ساختمان ها رو حساب کنیم بله، ولی یک نکته دیگر هم باید در نظر داشته باشیم. میلیاردها پولی که در بودجه افغانستان حتی قبل از آمدن دموکراسی یا تمرین دموکراسی هم که حساب کنیم، شما خودتان مسئول توزیع کمک های اپریشن سلام در افغانستان بودین. چقدر کمک های زیاد سرازیر شد صاحب. نحوه مدیریت از این بودجه و بعد حاصلاتی که از این دانشگاه آمده، اونایی که در اینجا رسیده، من مثال عینی میتونم صاحب. بسیار دکترای جوان ما زیاد داریم، ماسترای جوان زیاد داریم، ولی اینا رو میاریم قد یک نفر مقایسه میکنیم که فعلا در مجلس ما حضور نداره، ولی بارها قد از این رادیو مصاحبه کرده، پروفسور صاحب عنایت الله شهرانی. خب واقعا نمیخوایم خدای نکرده استخفاف کنم جوانای عزیزه، 100 تا از اینا رو در یک پله ترازو بگذاریم با آقای شهرانی برابری نمیکنه. آقای نوید عزیز، استاد شهرانی که برادر کلان ما هم هست و من بهشان بسیار احترام دارم و از این استادا زیاد داریم، یکیشان نشان هستن. اینا نتیجه دوره ثبات 34 ساله خاندان آل یحیی است. هیچ چیزی کل سیاه نیست، هیچ چیزی کل سفید نیست. ما نباید دوره آل یحیی را فقط از زاویه سیاست و فلان ناشون. دوره کارهای بسیار خوبی بی‌نظیر شد. یک دوره ثبات 34 ساله ما داشتیم. آقای شهرانی، استاد عنایت الله شهرانی، شهرستانی، جاوید کی این استادا، آقای کاکر، دکتر کاکر، اینا تولیدات دوره ثبات است. دوره ثبات که باشه این تولیدات فرق میکنه با دوره که ثبات نیست. در دوره که ثبات نیست آدم ها خود اینا به شکل‌های مختلف برای زنده ماندن بالاخره یک الف دو زبرن و زیرین یاد میگیرن. درست. در دوره عنایت الله شهرانی اون دوره رو ما در دوره 50 سال اخیر نداشتیم. مثلا حزب دموکراتیک ایدئولوژی رو وارد کرد، مثلا گفت که تو باید لنینیسم رو درس. اجازه است من یک فکایی بگم که خسته کننده نباشه؟ اجازه است یک مهربانی صاحب خواهش میکنم بفرمایید. میگن که در دوران حزب دموکراتیک که تازه به سر قدرت آمده بودن دیگه استادا همه گریختن، کشته شدن یا به هر حال فرار کردن، مهاجر شدن. رقم یک استاد بسیار این رقم ماوره که بیر استفا بوده یه جایی رفته نتونسته ایمانده، ایره گفته که تو مضمون ایدئولوژی رو درس بده. مضمون ایدئولوژی خوند لنینیسم و مارکسیسم اینا بوده. باز میگه روز امتحان بوده، در روز درس 7 نفر دستن بوده، در روز امتحان 40 نفر. دفاع خودیا امی آدمایی که لباسای محلی داشتن، یک کلاشینکوف و بسیار خطرناک بوده زمان حزب دموکراتیک. باز اینا در امتحان شده بوده، ورقای امتحان کرده، این 5 تا سوال درست کرده بوده. امپریالیسم را تعریف کنید، سوسیالیسم را تعریف کنید، نظر شما درباره پرولتاریا چیست، این تو چیزا یاره داده. امی تازه ننشسته بوده که یک نفر امی چیز دفاع خودیای پیرن تنبان کشال و
چیزشم سرشانهشم کلاشنکوفشم ورق آمده پیش استاد مونده. گفته امتحان دادی؟ این تازه و دیگرها تازه شروع نکردی؟ گفته این سب ما دادیم. این دیده خوانده نوشته کده امپریالیسم تعریف کنیم. گفتم مرگ بر امپریالیسم. سوسیالیسم را زنده بود سوسیالیسم، زنده بود کارگر، مرگ بر فلان. اینم تو خوی پدر از جرأت نداشتی استاد که به این چیزی بگه. سعی کرده خب میترسید استاد از این میترسید. بهش گفته برو بچه مفهوم گرفتی. در دوران بی‌ثباتی که از کودتای داود خان به نظر من شروع میشه، شما از کودتای داود خان است که ما از بی‌طرفی رابط خارجی ما دکترین داشت. ما از او آمدیم بیرون. وقتی آمدیم بیرون امی موتر از جاده خلاص شد. بنابراین ما نتونستیم دیگه تولیدات درست داشته باشیم. ایدئولوژی زدگی آمد، حالا اسلام آمد، مارکسیسم آمد، لیبرالیسم آمد، کل چیز آمد. ما نفهمید. استادا مجبور بودن امیرا درس بدن بیچاره. اونم درس هم مفهوم گرفتی درست است دیگه. درست. بنابراین مقایسه این دو دوره هم به می خاطر من یه عمدن گفتم 2 تا 50 میسازیم 2 قسمت میکنیم. چون در اونجا ما یک ثبات داریم، ما اینجا ثبات نداریم. شیرازه جامعه به هم خورده. استادایی رو من میشناختم که استادایی رو که دوستم است، یارای جانی ما بودن، از به خاطر زنده موندن کچالو میفروختن. خیلی تشکر صاحب. یک نکته دیگه کم ابهام داره ولی ما رو نمیپرسم صاحب، چون احمدی صاحب خیلی دیر است دست خود بالا گرفته. احمدی صاحب سوال شما رو میگیریم و برنامه رو ختم میکنیم. با تشکر از برادر عزیز ما آقای موسوی. یک مطلب ایشان در رابطه با مهاجرین و مهاجرت و اینا صحبت کردن که البته هر انسان میتونه افراد کنه یا اشتباه کنه، یعنی در عالم مهاجرت و اینا قدر ارزش نداره و برداشت ما اشتباه بزرگ است. حضرت پیامبر ما وقتی که مهاجرت میکنه تمام گشایش ها میاد. امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که مهاجرت میکنه بعد از مهاجرت میاد یک انقلاب عظیم را برا مندازه و در امی سطح آلمان که من میشناسم بعض پروفسورهای افغانی هست یا مثلا خود امی نفر مثل عزیزی بانک یک آدم عادی مثل امی ما و شما بودن، اونا با یک استعداد خود رفتن در حال مهاجرت. حال شاید سرمایهشون بیشتر از 50-60 میلیارد دلار باشه. همین رقم شما که در آلمان ببینین، کشورهای دیگه جهان ببینین، افغانی های ما در این جاها که امکانات دارن خیلی شکوفا شدن و بسیار پول هم روان میکنن داخل افغانستان، داخل ایران، داخل پاکستان برامون هموطنان. تشکر. تشکر احمدی صاحب. یک کامنت خوب بود، مشوق بود. فایزی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و تحیت خدمت همه که دوستا. از صحبت‌های دوستان عزیز استفاده کردیم. همچنان ویدیوهای از جلسه قبلی را مشاهده کردم. صحبت‌های آموزنده و خیلی پرجذبه بود. از دوستا استفاده علمی زیاد کردیم. من تا در مورد بعض نکات میخواستم خدمت عزیزان ما روشنی پرتم. اولی که جناب استاد علوی فرمودن که در مورد رشد جامعه به صورت ما که تک خطی گفته بودم، ایشان گفتن که نه به صورت زیگزاگی است. فکر کنم در این موضوع کمک وارد سوء تفاهم شدم. من صحیح موضوع را روشنی نانداختم. معنای تک خطی و زیگزاگی اینا یک موضوع به اصطلاح موضوع مستقیم و زیگزاگی. موضوع تک خطی به این معنا بوده که رشد معذرت صاحب، تک خطی یا مستقیم؟ مستقیم. بله. تک خطی نه، مستقیم و تک خطی فرق میکنه. مستقیم یک وقت تو یک راه رو میری، تک خطی یعنی تحلیل بعد از زمان مارکس. تو تحلیل کرده بود مارکس که تمام جامعه با 5 دوره تاریخی تقسیم میشه. خب کپیتالش است که در اون شخصا خودم جستجو کردیم، دیدیم در کتاباشون که از جامعه ابتدایی و بدوی شروع میشه و بعد از فیودالیسم و بعد سرمایه‌داری و سوسیالیسم. منتها بین بعد از مارکس بین روشنفکرای غربی و خود کمونیستای مارکسیستای طرفدار مارکس همین مشاجره بود که آخرین
رشد جامعه که در او میرن کپیتالیستی باید باشه سوسیالیستی. یعنی این شد تک خطی، یعنی تمام جامعه و غربی هم که در دانش‌های خود همیشه تبلیغ میکنن نشان میدن جامعه را که میگه این عقب مانده است به خاطر که معیارهای خود از اینا در او پیاده نیست. و سوسیالیستی هم همین انتقاد میکردن که ببخشید فایزی صاحب، من حواس شما را پرت کردم. صحبت شما سر نقطه آقای علوی بود. علوی است، همون رو میخوایم تشریح کنم که شما گفتین راجع به زیگزاگ خط مستقیم است، چون وقتی برنامه خلاص شده در 2 دقیقه فرمایشاتتون خلاص است. خلاصه که چیزی که آقای علوی میگه کاملا با اون خطی که ما گفتیم نیست. تک خطی به این معناست که جامعه را نشان میدن که این معیارایی را که طرف حرکت کنی که این معیارهای غربی را داشته در این جامعه دا پیشرفت است. یا کمونیستا که میگفتن همون معیارهای را خودشان داشتن، اگر غیر از اون میبود در پیشرفت نیست. در حالی که هر جامعه چی مثلا اسلامی، افغانی یا کشور دیگه معیارهای خود داره، با معیارهای خود حرکت میکنه. تک خطی یعنی خطای خیلی زیاد از رشد جامعه در یک خط نیست که نمی از این جامعه شروع میشه از این 0 تا 100 میرسه، مثلا میشه جامعه اروپایی یا جامعه کمونیستی جانب چین واره. یعنی جامعه حرکت خود داره، تاریخ خود داره، فرهنگ خود داره. این موضوع یکی موضوع باز در دفعه دیگه اگر برای ما وقت دادین در این موضوع زیاد ما تشریحات دارم. یک دفعه من وقت دارم. یک لحظه ما اینجا از خود رفی شبهت رفی تهمت کنم. و برادر ما کی گفتیم دین وارداتیه؟ ما میگم هیچ نزدیم. آقای موسوی شما را گفت که آقای علوی گفت ما در صحبت تا نبودم، ما از این خاطری به یک گپ ما ناراحت نه آقای موسوی خودش گفت فایزی صاحب جان. نه آقای موسوی خودش گفت، علوی نگفته. خب من نگفتم، میگم ما اتفاقا در این جلسه گفتیم که دین اصلا دست نزنین، دین اصلاح پذیر نیست. دین اگر بخوای دین باشه باید اون چیزی باشه که اول بوده. این بدتر از اون گپ است. به هر صورت هفته آینده مهربانی دکتر صاحب. آقای اول جناب احمدی کاملا ایشان اشتباه فهمیدن. منظور من این نیست که مهاجرت بد است یا خوب است. منظور من این بود که روشنفکرای ما وقتی که مجبور شدن یا پراکنده شدن مهاجر شدن، اون خط ادامه گذشته را به این دلایل نتونستن ادامه بدن. من نگفتم مهاجر بد است یا خوب است. در ضمن مهاجرت ما با مهاجرت پیغمبر اسلام کاملا یک موضوع متفاوت است و یک بحث است. یک بحران در رابطه با این مسئله دینم جناب امشب کلی سید جمع شده، سید علوی، سید موسوی، سید خلیل فایزی، سید نوید، کلی سادات اینجا ما جمع شدیم. جناب فایزی عزیز، منظور من از دین اسلام نیست، منظور من از قرائت‌های سیاسی است. مثل اخوانیسم را ما از مصر آوردیم، نه؟ یا بحث در بخش تشیع ما از ایران آوردیم، اندیشه های نو، قرائت های جدید را. منظور من از قرائت های جدیدی که وارد افغانستان شد، منظور من اون بوده. منظور من البته دین وارد، همه چیز واردات است. هیچ چیزی در جهان از یک جای از نمیبره. بالاخره بشر است و هم دیگه قرض میده، از هم دیگه قرض میگیریم. تمدن میتور است و هم دیگه قرض میدیم. این در جای شک نیست. فرهنگ و اینطورا که مرز نداره. اما در این مورد خاص در 50 سال اخیر یا در 60 سال اخیر منظور من بود که ما متأثر اسلام هم که آمد، اندیشه های سیاسی اسلامی که وارد افغانستان شد این از افغانستان نبود. من با امیر سران اولیه اینا او زمان ما بسیار ریزه بودیم، از نزدیک چیز بودیم، آشنا بودیم. مرحوم حسن البنا و سید قطب و فلان اینا، این طرف هم بازرگان و حالا امی اواخر خوبترین شریعتی اینا بودن. ما خود ما تولید نداشتیم، قرائت خودی نداشتیم. اگر هم داشتیم کاش نمی داشتیم این چیزا رو. منظور من این بوده، نه اون دینی که دین اسلام با معنی دین وارد شده، قرائت های سیاسی جدید از دین. ببخش یک دو دقیقه میتونم خدمت جناب سید اسکر آقا صحبت کنم. اینطور است که تفکر و اندیشه هیچ وقت نمیتونه ما به جغرافیای سیاسی را که توسط استعمار بر ما تعمیل شده، این ما با اندیشه را تنها
پیدا کنیم در داخل این جغرافیای سیاسی که بر ما داده شده. در اروپا ببینین وقتی که دین عیسوی آمد، قرائتایش از او آمد، فلسفه های مختلف که آمد، چی فلسفه کانت است، چی های دیگر است، چی فلسفه مارکسیسم است، چی فلسفه هگل است. در مورد از اینا نمیتونه به یک جغرافیا بمانه، یعنی فکر و اندیشه نمیتونه در داخل این جغرافیای سیاسی محدود بمانه. خواهی نخواهی توسط انسان هاست میپذیره، نمیتونه که یک فکر جدید از یک جای از یک کشور دیگه ما که تولید از فرموده شما کاملا درست است، ولی در کشورهای دیگه که بودم مثلا ایران راجع به این روشنفکری دینی من میخواستم صحبتای کنم، چون که در این مورد ما زیاد زحمت کشیدم چندین سال. یعنی فکر محدود نمیتونیم بمانیم که ما از جغرافیای خود باید حتما داشته باشیم. فرق نمیکنه چیزی اگر درست باشه از یک جای دیگه هم به آدم میپذیرش. خب تشکر وقت داره گرفته. تشکر از شما. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. همچنان که تا حال با ما بودین، کامنت های خوب نوشتین، مشوق نوشتین، انتقادی نوشتین، لطفاً امیر روش ادامه بدین. افغانستان کشور همه ماست و ما همه حق داریم در اونجا زندگی کنیم، هر نوع تفکری که داشته باشیم. همچنان میتونین تک تک شما عزیزان تشریف بیارین، از رادیو کتاب استفاده کنین و اگر احیانا فرمایشات علما و دانشمندا را قبول ندارین نقد کنین. اما یک خواهش دارم از همه شما، در وقتی که میشنوین لطفاً دقت کنین تا از موضوع پرت نشوین. و از دکتر صاحب موسوی بسیار تقدیر شده، از آقای علوی انتقادم شده، 2 نفر از کتابش تقدیر کرده که ما از اونا خواهش کردیم که بیای گپ بزنن. باشین ما بحثای تاریخ روشنفکری رو ادامه میتیم و انشالله که شما را هفته آینده چهارشنبه باز هم دمی زمان ملاقات میکنیم. تشکر بزرگوار از همه شما. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.